بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
علیرغم میل باطنی من و شما او روز به روز بزرگتر و عزیزتر می شود. خواهیم دید. تمرین با شمشیر چوبین که این همه برایت دشوار است. شمشیر سنگین پولادین را چگونه تحمل خواهی کرد؟ هر خام ناز پروردی با تلاش آزموده و پخته می شود. به زودی باید شمشیر پولادین به دست بگیرید. این شمشیر چوبین مقدمه است. ادامه دهید. پیشتر گفتم، باز هم میگویم، من از این غلام کنعانی میترسم. یوزارسیف. بسیار خوب، یوزارسیف. او آینده تو را به خطر خواهد انداخت. من دیدم که در معبد چگونه خدای آمون و مراسم پرستش را مسخره میکرد. بس کن کاری ماما. چه خطری؟ من نمیدانم این کودک چه بدی به تو کرده. با من بیا. من میدونم اینها را باید کجا ببریم. کجا می روی یوزارسیف؟ بیا، خواهی دانست. راه دوری نیست. درخیزید. درخیزید، برایتان غذا آورده. این از آن شماست. بردارید. بردارید، اینها از آن شماست.
بردارید این ازم شماست. بردارید. بردارید. اینها از آن شماست. بردارید. بردارید. بیشتر داره. آفرین. آفرین.
اقرار میکنم که تو از من قوی تری. یوزرسیف همیشه رودمون را استاد خود میدهد. سپاسگزارم بنیامین. بعد از یوسف اگر تو را نداشتم با غم هجران چگونه سر میکردم. خدا را سپاس میگویم که توفیق پرستاری و مراقبت از نبی خدا را نصیب من کرد. به من بدهید مادر. بیا پسرم. به خاطر داری لیا، یوسف همچون بنیامین تو را مادر خطاب میکرد. از آن واقعه 11 سال گذشته پدر، اما یاد یوسف هنوز ذره‌ای از خاطر شما محو نشده. بهتر نیستی او را فراموش کنید؟ خواب یوسف را به خاطر داری؟ آری، به خاطر دارم. او شما، مادرم و برادرانم را در حال سجده به خود دیده بود. این سجده یعنی برتری یوسف بر من و خاندان من. یعنی یوسف بر من ولایت دارد. ممکن است من بتوانم فرزندم را فراموش کنم، اما ولی خدا را که نمیتوانم. آیا پیامبری بر پیامبر دیگر میتواند برتری داشته باشد؟ آری، اگر پیامبری اهداف و آرزوی دیگر انبیا را تحقق ببخشد، بر آنان ولایت و برتری دارد. یوزرسیف پسرم، من فرزندی ندارم. مرا مثل پدر خودت بدان و هر گونه مشکلی داشتی به من بگو. هر خدایی قابل پرستش نیست. هر خدایی قابل پرستش نیست. خدا باید بی‌نیاز باشد. خدا باید بی‌نیاز باشد. بی‌نیاز از جا و مکان. بی‌نیاز از جا و مکان. بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. همه هستی نیازمند است. همه هستی ضعیف و ناتوان است. غنی مطلق فقط خداوند است. غنی مطلق فقط خداوند است. به چه چیز می نگرید؟ مگر شما کار و زندگی ندارید؟ بروید! همه هستی نیازمند است. یوزرسیف شما بنشینید. همکنون باز می‌گردم. عالی جناب پوتیفار امری داشتند؟ پیشکار قصر جناب هونیفر مدت هاست که بیمار است و بسیاری از امور قصر مختل مانده. تا بهبودی او شما امور قصر را اداره کنید. تو اینجا چه میکنی؟ من ببخشید، پوزش میخواهم.
از بیماری هونیفر مطلع هستم. به عیادت او رفته بودم. شما نگران نباشید. تا بهبودی او در حد توان انجام وظیفه خواهم کرد. نگران نیستم و میدانم که به خوبی از عهده اداره امور برمی‌آیی. سپاسگزارم. این از حسن ظن شماست. از امروز به جای هونیفر یوزارسیف عهدهدار پیشکاری قصر خواهد بود. باورت نمی شود؟ خودم شنیدم با همین گوشها از زبان خود بودیفر شنیدم. مطمئن باش. میمیسا با خودش شنیده بود. مطمئن باش که او جانشین هونیفر شده. چه کسی بهتر از یوزارسیف؟ هونیفر مریض است. از این پس یوزارسیف پیشکار قصر خواهد بود. جوان است ولی میتواند. سرآشپز. بله جناب یوزار. گفته بودم حال جناب هونیفر خوب نیست. برای او غذایی مناسب تهیه کنید. آماده است. همکنون میفرستم. شماها کار ندارید؟ اینجا چه میکنید؟ بله. خب چه شد جناب سینوهه؟ پیشتر هم گفته بودم بگویید وسایل سفرش را آماده کنه. از دست من کاری ساخته نیست. یعنی امیدی نیست؟ کاری کنید جناب سینوهه. او ضعیف است. تحمل این بیماری را ندارد. درون قفسه سینه‌اش انباشته از لخته‌های خون است. مدتی است که از امور قصر بیخبرم. کسی بهتر از تو نمیتواند این امور را اداره کند. نگران نباشید. شما فقط سعی کنید با استراحت هرچه زودتر بهبود یابید. نگران اداره امور نیستم. نگران عمر تباه شده خویشم که به پایان راه رسیده، اما به پایان انتخاب نرسیده. گمان میکنم منظور تو را فهمیده باشم. هنوز دیر نشده. میتوانی انتخاب کنی. خب من چه باید بکنم؟ تا دیر نشده به من بگو. همه فکرهای خود را کرده ای؟ 11 سال است که به خدای تو فکر می کنم. درست از روزی که تو را در این قصر دیدم. فکر دیگر بس است. فقط به من بگو چه باید بکنم. میخوام با هونیفر تنها باشم.
11 سال است که به خداوند یکتا فکر میکنی. پس یکتا پرستی. مبارک است. مدت هاست که در خلوت با سخن میگویم. آیا تو میدانی که به فرستادگان خداوند نیز باید ایمان داشته باشی؟ اگر آنها را بشناسم حتما ایمان می آورم. حضرت آدم پدر همه انسان ها و اولین پیامبر خداست و یوسف در این زمان آخرین آنهاست. یوزارسیف، صبر کن ببینم. یوسف که نام اصلی توست، یعنی تو پیامبری؟ اگر می‌دانستم سالها پیش به تو ایمان می‌آوردم. آیا از خدایان کفر و شرک و تندیس‌های بیجان بیزاری می‌جویی؟ مبارک است. به جمع یکتا پرستان خوش آمدی. سالها پیش با جناب پوتیفار شاهد عبادت پیروان آمون بودم و دیدم که آنان تندیس‌های مصنوع دست خیش را چگونه تقدیس می‌کردند و نیاز خیش را به او عرضه می‌نمودند. از آن زمان با خداوند عهد کردم که با شرک و بت پرستی مبارزه کنم و خوشحالم که جناب هونیفر یکی از ثمرات آن تلاش است. منم خوشحال. یوزارسیف، آیا اکنون اگر دنیا را ترک کنم جایگاه آتش دوزخ نخواهد بود؟ یقین بدان این وعده خداست. اگر کسی در آخرین لحظه زندگی هم شرک را ترک کرده و به خداوند یکتا ایمان بیاورد پس نجات یافتگان است. درود بر پیشکار بزرگ قصر بوتیفار جناب یوزارسیف. چه کسی به شما گفت که من پیشکارم؟ همه عالی قصر میدونن جناب پیشکار. درود بر عالی جناب یوزارسیف. درود بر شما. اشتباه شنیدید. پیشکار هنوزم جناب هونیفر است و من فقط تا بهبودی ایشان اجرای امور قصر را بر عهده خواهم داشت. عجب. بانو زلیخا کجا را می نگرن؟ من هیچ جایی را نگاه نمی کردم. یوزارسیف پیشکار جدید قصر هیچ نیست. گاه تو پا را از گلیم خود دراز سر می کنی کاری ماما. حواست رو جمع کن. همیشه این نیش‌های تو بی پاسخ نمیماند. دیروز بخشی از زمین‌های ساحل نیل را به نام آمون مصادره کردم و امروز چند تن از دختران جوان را به زور از محله‌های فقیرنشین به معبد آمون آوردند. برای همسری آمون بردند. این که اتفاق تازه‌ای نیست. دختران جوان همیشه همسری آمون را به اختیار خود برگزیدند، نه به اجبار. در ثانی بگو برای لذت کاهنان بردند، نه همسری آمون. وگرنه آن تکه سنگ بیروح را چه نیازی به همسر؟ شما نباید در حضور ولیعهد جوان از کاهنان معابد و آمون بزرگ بدگویی کنید. این سخنان ایمان او را متزلزل می کند. ایمان؟
ایمان فرزندمان را اعمال ناپسند کاهنان و اربابان معابد متزلزل می کند، نه بیان این حقایق. او باید همه چیز را بداند. باید بداند مردم سرزمینش به چه چیز ایمان دارند و در آینده قرار است بر کدام مملکت حکومت کند. من آنچه را که باید از آمون و کاهنان معبد بدانم میدانم. این سخنان برایم تازگی ندارند. او همیشه طرفدار کاهنان و معبد بوده و اعمال ننگین آنها را توجیه می کند. آنقدر چه نگران آمون و کاهنان خودسر و اغتشاشگر است، اصلا به فکر حکومت و سلطنت من نیست. فرمانروای بزرگ در خصوص اقدامات اخیر کاهنان چه فرمانی میدهند؟ به زودی به این هرج و مرج خاتمه خواهم داد و تومار کاهنان را در طفل در هم خواهم پیچید. هرچه زودتر مقدمات حمله به معابد را فراهم کنید. آیا فکر می‌کنید لشکر مصر از عهده سپاه معبد برمی آید؟ آنها مردم را به ستوه آوردند. دیگر معبد آن پایگاه گذشته را ندارد. قدرت آنها چون گذشته نگران کننده نیست. هر خدایی قابل پرستش نیست. خدا باید بی‌نیاز باشد، بی‌نیاز از جا و مکان، بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. از جان من چه میخواهی؟ چرا چون سایه شب و روز منو تعقیب میکنی؟ هیچ بروی من هیچ. من وظیفه خود میدانم که همیشه در دسترس و حاضر به خدمت باشم. اگر حضور من موجب آزارتان میشود، از این پس از شما دوری خواهم کرد. گویی برای چه این همه یوزارسیف را زیر نظر گرفته است؟ نمیدانم. من بارها این منظره را دیدم. امیدوارم در این نگاه ها سوء نیت خاصی در کار نباشد. امیدواری تو بیشتر به حماقت شبیه است تا حسن نیت. درود بر خداوندگار قصر جناب پوتیفار. درود بر عزیز مصر حالی جناب پوتیفار. درود بر رودامون با وفا و یوزارسیف حکیم. میخواهم خود را بیازمایم. با من میجنگی؟ جنگ نه، اما اگر قصد آزمون داری امتحان پس خواهم.
آمن‌هوتپ قصد مبارزه با کاهنان معابد را دارد. او می‌خواهد کارشان را یکسره کند. آنها بیش از خطری شده و در امور مصر اخلال ایجاد می‌کنند. کار خطرناکی است. در حال حاضر توان ارباب معابد زیاد است. او تصمیم خود را گرفته و به من نیز دستور تجهیز نیرو داده است. برای علی نیرو اقدام خواهد کرد. آمنوته باید مراقب نفوذ و عوامل معبد در قصر باشد. زندگی آمنوته در خطر است. مراقب باشید و لحظه‌ای تنهایش نگذارید. خطر از ناحیه چه کسانی؟ هر کسی میتواند باشد. تک تک اهالی قصر آمنوته. دشمنان جناب آمن‌هوتپ همه جا هستند. من بانوتی را یک بار دیدم. او نسبت به آمون بسیار وفادار است. عجیب است. آمن‌هوتپ امروز همین مطلب را هنگام نزاع با باروتی به او گفت. او را خائن و طرفدار معبد خواند. مواظب جان آمن‌هوتپ باشید. خطر جدی است. ندیمه بانوتی از طرف ایشان پیغامی آورده است. بانوتی فرمودند به شخص شما بدهم. از طرف من از بانوتی تشکر کنید. تو نیز با من بیا. حالا جناب اتفاقی افتاده؟ عالی جناب کاهن بزرگ آنگ باهو، هشدار که خودسری‌های کاهنان و سربازان معبد موجب اخلال در نظم کشور مصر شده. آمن‌هوتپ فرمانروای مقتدر ما را وادار به اقدام علیه معبد آمون کرده است. بهتر است از خودسری و ایجاد هرج و مرج دست برداشته و پیش از اقدام آمن‌هوتپ از او عذرخواهی کرده و آتش این اختلاف را در نطفه خفه کنید. بانوتی یا زیرکانه ما را از خطر آگاه کرده یا ساده لوحانه جاسوسی همسرش را انجام داده و ما را از نقشه‌های او باخبر کرده است. هرچه هست خطر ما را تهدید می کند.
خب تصمیم جناب آنق ماهو چیست؟ ما باید با بردن عضو درسی به پیشگاه آمنهotep از واقع جلوگیری کنیم یا با ضربه آگاهانه دشمن را از اقدام به حمله باز بداریم. من راه دوم را میپسندم. عذرخواهی هم معبد آمون را تحقیر میکند و هم خطر حمله را برای همیشه باقی میگذارد. قبل از حمله دشمن باید حمله کرد. از کجا میدانی؟ در صورت حمله با پیروز میشویم. اگر شکست خوردیم چه؟ من عذرخواهی و صلح را مناسب‌تر میدانم. من با حمله موافقم، اما نه اون گونه که پادیامون گفت. دشمن ما یک نفر است، آمنهotep. ما نیز با یک نفر حمله میکنیم. برای نیل به این مقصود به یک نفر از نزدیکان آمنهotep نیاز داریم. به گمانم من یکی از نزدیکان آمنهotep را بشناسم. انسان موجود برتر و همه موجودات کمتر از انسان هستند. هر آنچه از موجودات که با چشم ما قابل دیدن است و هر آنچه را که می توانیم بفهمیم و حس کنیم از ما پایین‌تر است. پس ما از همه موجودات بالاتریم. ولی ما آمون را می‌بینیم، از آمون که بالاتر نیستیم. آمون سنگ است و یک سنگ تراش او را ساخته. پس معلوم است که آمون از سنگ تراش بالاتر نیست. یعنی ساخته دست هیچ کس از خود او بالاتر نیست. آیا خدای شما رو می‌توان دید؟ خداوند بالاتر از دیدنی است. پس نباید دیده شود. او در عین حکمت و درایت معلمی توانا هم هست. چه کسی باور می‌کند این همان کودک ناز پرورده است؟ برده دیروز اینک همه کاره قصر شده. تو از این رشد و پیشرفت یوزارسیف ناراحتی؟ نه به نظرم لیاقتش رو دارد. او جوان خردمند و حکیمی است. من که در همه امور با او مشورت میکنم و تا کنون زیانی هم ندیدم. من برای او بیمناکم. باید مراقب بود یوزارسیف در ملأ عام ظاهر نشود. بیشک زنان بوالهوس مصری برای او دام میگسترند و حاصل تلاش‌هایمان را به هدر میدهند. این طبیعی است. جوانی برومند و خوش‌چهره‌ای چون او هر زنی را به خود جلب می‌کند. اگر تا کنون اجازه رفت آمد در شهر را داشت، اکنون اینجا نبود. جناب یوزارسیف، حال جناب هونیفر خوب نیست. جناب رودامون را خبر کنید. بچه‌ها همینجا بنشینید، الان برمیگردم. حال هونیفر مهربان ما چگونه است؟ پسرم یوزارسیف، نگران بودم که تو را ندیده بمیرم. خوشحالم که آمدی. جناب پیشکار، شما که نمیخواهید ما را ترک کنید. نگران نباشید، به زودی بهبود میابید. بگذارید تا وقت دارم حرفایم را بزنم. پسرم یوزارسیف، تو به همه امور این قصر آشنایی و بهتر از هر کس میتوانی اینجا را اداره کنی. تو برای ساکنان این قصر خیر و برکت به همراه آوردی. تردید ندارم که با وجود تو آسایش و آرامش ساکنان این قصر را
فرا خواهد گرفت. همه تو را دوست دارم. امیدواریم هرچه زودتر حالتان بهبود یابد و از نعمت وجود شما همیشه برخوردار باشیم. تو را چه شده هونیفر؟ حال پیشکار قصر ما چگونه است؟ جناب پوتیفار، خوشحالم از اینکه در آخرین لحظات شما را ملاقات میکنم. امیدوارم که هر چه زودتر بهبود یابی. اهالی قصر یوزارسیف را دوست دارند و بیشک از فرامین او اطاعت خواهند کرد. امیدوارم که من یوزارسیف را علیرغم جوانی به جای تو برخواهم گزید و اصلا نگران اداره امور قصر نیستم. تو نیز نگران نباش. من در حضور شما و همه اهالی قصر و یوزارسیف جوان اقرار می کنم که به خدایی غیر از خدایان مصر ایمان دارم و از او می خواهم که مرا در زندگی ابدی به آرامش برساند. من از کسی که هدایتم کرد میخواهم که برایم دعا و طلب آمرزش خداوند هونیفر را در جوار رحمت خیش قرار دهد. من بار دیگر پدری دلسوز را از دست دادم. هونیفر مردی بزرگ و مهربان بود. امیدوارم آرامش ابدی نصیب او گردد. هونیفر باید طی مراسم با شکوهی تشییع و تدفین شود. تابوت مخصوص او را بیاورید. او را به غرب ببرید و مومیایی کنید و در مقبره مخصوص ما دفن کنید.